یک کلمه هست که از قدیم آمدگی هست. این کس نمیداند که معنی اصلی معنی چی هست، کس نمیداند، چون که این از زبان‌های قدیم آمدگی هست. مانا چوزی، خوجی، نوجی، این یک کلمه های هستند که قدیمه هستند و معنی اصلی اینا کس نمیداند که چی هست. بعضی ها منسوب به چوست میکنند که در عصر 15 مولانا فتح‌الله چوستی اینجا آمده حضور داشتند و زندگی استقامت کردگان و مردمی چوزی هم از اولادای هوای اکثری چیز از اولادای همون کس آمدگی هستند. اول چوزی نام داشت، چوزی کنه قشلوقه. همین مولانا اومده اینجا خاک شده، همین بنام مولانا موندگی همین قشلوقه. خیلی باید آدم‌ها کار نه که گفتار نداره که گاز زنه نباشه. این قشلوق کنه قشلوقه. از دوشنبه 34 کیلومتر در قرار دارد در شفت شاهراه دوشنبه ترسونزاده و یک دهه زیبا منظره است. یک دهه‌ای است که دارای جماعت و بازار کلان در روز جمعه می شود. تربت مولانا فتح‌الله چوستی که 13 در 13 چه هست مقبرشان اونجا حضور دارند. این دایره سرشویش از قراتوق میاد. من همین پخته و زمین های کلخوزی و همین اهالی که همین قراتوق از سر ما سر میشه تا آخرش جربلوق و همین قشلوق رو همین او میخرن. همین او استفاده میبره زمین هاشون هم خودشون هم. این او تابستون اینا کلون میاد، زمستون خیلی که همیشه کن یکی هم تا او تازه میاد. وقتی کشت کاره آدی او کم شده گرد. یک چنار بزرگ هست که منصوب به عصر 15 میکنن. سال حج کلان جسته هستند. 500 سال چه دارم، تاریخ 500 ساله داره میگوین. بزرگای امین ده میگن که 500 ساله چه داره. این کلون این نمیدونم که دو عصر سه عصرش دیگه این کلون نخواد. این هیچ کنم بدونه آدی. اگه اون تاریخ شناس ندونم من نمیدونم. و ما بچه دینگیر در پیش اینو خیلی ما 60 سال عمر دیدیم. این 400 سال شده عمرش شده یا 500 سال شده این نمیدونش که یکون کس نمیگه انیقشه که همین قرافته شوندگی نه بیاد نداره اش که آخه این چنوری کالنه این او بالا داده شخنا داده که بایم کالنه این چنوری کانه اینو همین در دهه همین گفتنی هستم که وقتی که من اومدم همین دهه چیزی با همین یک دهه خاکالودی نابود بود. گفتم و اگر اومدم به تقدیرم گفتم که نخواد که در اینجا من زندگی کردم میتونم میبینی ببینید توضیح یک نوعی به من قریب که شهر شده است. همه چی دارد خیلی راست دیگه بده خاک تو همجه بود. باور میکنید من در مکتبی هر جا کار کرده گفتم خصوصا چخورگی قشلاقی اینو میرفتیم و یک عدل نبود طفلی میگفتیم که اونجا اینجا خاک میبریم رابا میگیریم بویش پیشته با فسان شده میرفتیم میسون ترقی کرد. حاضر من به خودوزن مکتب میرن همین مکتب بچه
از شهری مانده ندارم همه خوشرو رنگ هم شهری در زمان استقلال مردم همه آسایشته زندگی میکنند و در زمینهای کرم در زمینهای کرمی آبی بسیار کار و فعالیت دارند. خب چون در شهر نزدیک است بعضی جوانها در شهر رفته کار میکنند و خلاصه کلام همین که مردم بسیار خوب و آسایشته زندگی و با فراغت میکنند. گاو ما 7-8 لیتر سعر بگا تو 15 لیتر میجوشم 3 سومی میفروشه. گاو کارش قیمتره میروی میچینی علف میتی آب میتی نگاه بین میکنی چی میکشی همیقه نگاه بینش داره میچرانیم برده میبیاریم گاو علف و آب نگاه بین میکنیم با هموقه شیر چند قیه که خورانیشه هموقه شیرش با نخسر میشه. با هازی جوشیدیم با بگانی با سر باز دشت میره تا بگانی با بگه میبیه با بگانی میجوشیم شه با میگیره. همه میدم دهت بر وقت از سحر میخیزی با همون خان گاو مال کتی اصلا گاو مالی اصلا میکنیم کاری زندگی دشت صحرا کاری دهقانی داریم دهقانی زمین میریم میخیزیم بر وقت گاو مالامون اصلا میکنیم دشت میبریم با زمین اپسی زمین میشه. دهی ما یکی از دهی بویترین هم گیم خطا نمیکنیم شیروی خونش میفروشد بغیر زیادش میفروشد البته چکه میفروشن جرقوت کرده بود قیمق هم حتی چلی سپرات بگذارونن بانک قیمق هم میفروشن که البته این پیشروی اویلا بیوجت اویلا با پول بیدارد رست خلق هم دونو شدن. Pamidor çindesin, bodringoşna çindesin, kapus mapusna barışarsın, poledoşna giristan. Diğer Çin'e munda kalır. Ama pamidor munda geldi. Karçika u piyozu, karçika tiramoyu meşuna. Ana piyoz mekoran. Dekono. İna mi hoji murad, am khad dekona, qatina mi hoji khirsan da peş müştagiye. İna mi khad dekoni mekordagian. این زمین خودتون؟ نه زمین کالخوز آرنده میگیریم. شما استفاده می‌کنید؟ آرنده میگیریم. هر سال میگیریم. آرنده میگیریم. در چقدر مساحت شما مثلا پمیدور کش کرده؟ یا 60 تا کش کردیم. بچه‌ام کتی 60 تا کش کردیم. 30 تا ایموه، 30 تا این بچه‌ها. یه آدم میگیریم میگه زنم کتی کار کرده ایم. امسال حاصل چقدر است؟ حاصل نقد سوده. هر 40 تا 50 تا فروختیم پمیدور کاروکه کرده. همین چیزی با پمیدورش مشهور است نه؟ همه
رسلو که همش مشهور همین چوزی میبره حاضر من این چوزی همین شهرنا زونه شهرنا میبره همش از سر زمین اومده از شما میگیرن. از سر زمین داده چین بازی برای فروش شما جدا میکنید. جدا میکنیم اون چیز کرده ملایمش چیکار میکنید؟ ملایمش تماس میکنیم همینجا در خانه استفاده میبرید. در خانه تماس کرده بعد وقتش بعد زیاد شود میفروشیم. ملایمش هم خریدار دارد. حاضر من یک چیزی گرفته رفتم من همین سیستم دادم من گرفته رفتم یک چیزی که تماتیا همین خیلی پیش از پامیدور چی داشته در زمین؟ فقط پودا میکنیم فقط حاصلش همین تیرما. حاصل ما این تیرما مال مای یکم مای دوم میکنیم بعد همین وقت چنده میکنیم یا شش ماه تا کی دوام میکنه تا آخر اکتبر اگه با خامش خونه و چیز میبره خونه خامش حاضر بسیار بسیار علی بعد 15 اکتبر خامش چنده خونه میبریم بعد همینجا سرخ میکنیم و بازار فروخته میکنیم در گرمی نگاه می‌دارید. پیش به کیلوگرم باز قیمت‌تر بشه نفرش. مثلا که کمتر از اون شده که بسیار خوردگی بودم همیشه شد خیلی سوما میخوره باز از سر زمین چقدر به کدام نرخ میبرند چند سوم میبرند من حاضر اکنون نو اول 220 تیم بود حاضر من 2.5 شده کم شد 2.5 شده و 2.5 درست شدیم اونجا در بازار لکن نمیشه بازار فرسته بودم خیلی چند پول میشن خودش کار خودش من فروشیم چوکن دیگه خیلی کارگر هم کرایه میکنه دیگه خانواده نه دو کس کارگر گرفتگی هر روز 60 متر عبد میتی عبد میتی این 60 هر روز میتی تا بیگانه کارگر 60 متر تا عبد 300 متر همین خیلی و یک سطل 15 گرفته میبرن خلاص ما همین خیلی کردای شده هر سال کارتون همین هر سال کارم همین زندگی هم اینجا یک کار امسال حاصل نسبت سالهای پیش سال نفتره خیلی خوبتره صفت هم خوب است مثلا صفتش هم نازه میشه صفتش هم خوب است خیلی هر روز با هفته با یک بار دور میزنه دوره چیز پشبه همین خیلی کرده برای ویران نشدن برای کرم نخورده برای کرم نخوردن دور میزنم هر هفته با تمام این نمود میوه های سوبتروپیکی در اینجا میشوند و مردم از این استفاده میبرند و با تمام بازارهای خب ناحیه و بازارهای شهر تامین میکنند و از محصولات پولزی هم نیز تمام شهر به تامین میکنند همین دهه ما و معروف به چیز چوزی هست یک پامیدور چوزی گفتنی یک چیز هست و همه مردم امینا تلاش میکنه وقتی که برو اومدم این پامیدور خریدار اساسی از بازارهای دوشنبه یا دوشنبه هر جا قرقرم میبا گاه شرطه میبا گاه هم دوشنبه گاه هم قشلاق خودش اگه شما اومد دو کس گرفته اومد که 15 است من گفتم 15 دودگی اکو اینجا زمین بسیار همه با پامیدور کاری مشغول است همین رایون هم از پامیدور کاری چوزی نیمش پخت نیم هر خیلی پامیدور کاری ای وای زمین هم مثلا این طرف جمع شد جو زمین پامیدور کاری پخته مسته حاضر برای شکراب محکم کردن برای ذخیره زمستان قلای این وقتا چیز نمیکنه بعد جمع آوری پامیدور زمین یگان کشتی تیرمایی میکنید یا کی نه با کشگردان میکنید با بهاری با میکنید با بهاری با این جوب میکنید با اگه پول تیار جوب میکنید با ایسر نه با هم مرد جوب میکنید از زمستان جوب میکنید بعد اپریل با خانه با همین تخمش میکاره اومدم اینجا شنوده میگیره با آخر یخل اپریل 15 یخل مای 15 به همین میکاره دیرتر بر وقت بیفتن چقدر بر وقت کاری همین حاصل تیز میشه اگر دیرتر کاری دیرتر میشه
همین خیلی میشه. شما مهمه کردید دلکه در اکتبر سپتامبر اکتبر جمعوری. آره هست زمین من چیزی هست. پاسش نازه. اگه گپ هوا معلوم حاصل خوب است. ترومای ناز بیاد کر تا همین خونه نشد تا همین سال نبند چیزی شده میگه خونه باید فروخته میگیره تا سال نبند. گپ در مهنت. در مهنت جدا. مهنتی که وزن نکم تا. چیز میکنیم همین دوری شپنده چیزی آب ماندن خوشا کردن کار همین چیز همش وزن نمیزد. اگر مهنت نکنی باید حتی گشتش نکاری میری با بزرگ گشتش میخری که یک چیز عادی که من در خوراکی پختنان با خطوبه میاندازیم همون اگر نکارن و مهنت نکنن مجبور هستن که رفته بزرگ خرن این ضرر اویله با فکرم اگر وقتی که ما در زمین مهنت کنیم گشتش کنیم کارتوشکا میکاریم هر سال در زمینمون سبزی میکاریم و استفاده میکنیم با حق و همسایه میگه که خواهی گیرید کارتش که ما این خیلی چیز کنی بینیتون چه مراعاتی همدیگری داریم روابط داریم با همسایه و من خیلی بعد میشینیم با صحبت کردیم با یه چی انگور میآوردم میتونم مثال کنیم یا سیب میبینم ذخیره قشلاق از شهر صدبور بهتر است که خودش استحصال میکنه. میشه امروز هوا نغزوزی. نغزوزی. دوره جمعوری حاصل. حاصل جمعوری. هوا پدا. همین تخم هر سال یک تخم میکرد یا اینکه عوض میکنیم؟ عوض میکنیم گوگو. تخم خودم نغز باشد هوای کرده میکنیم نباشه عوض میکنیم. مخصوص همین چوزی دارد همون تخم نمونه. خودش همین تخم نمونه همین. از حساب زحمت و کم نقصی مثلا نامدار است که این پودر لازم تیمیکس میگذارن این سخت ایده این یگان چی نمیشه یک هفته میسریم خسور تا چیز شده این ویران نمیشه دیگه سخت ایده کجا روی رفتن میگه خود تو کجا میشن و یه خیلی اومده خود تا شازی برده سه من کارخازا برده اینجا خرگام میبره دیگر جای همه جای بیشتر برده شده هیچ نمیکنه این سخت ایده یک یاشیک چند کیلو میبره یک یاشیک 25 کیلو میبره 25 کیلو 25 کیلو پوش 27 کیلو 2 کیلوش میشکنیم 25 کیلو میبره اگرش باز بعد این چیندن باز یک هفته پس میچینه یا با پاگا میچینه با پاگا میچینه سرخ شده میگه اینا سرخ شده باید ترش یک سه روز میچینه یک سه روز دم میگیره با چینده میگیره آنش کرده 6 روز ده 6 روز چینده میگیره اصلا هر روز کار در زمین هر روز کار در زمین و تمام شد بعد آمیمه یک آمیمه با خوک شده و دور میزنم و دور زدم بعد چینده سر میکنم با این طرف چیندن گریم این طرف با پختن آماده در ده زندگی خوب نازه زندگی نازه بغیر از کارهای دولتی ما بس با کارهای خودجگیداری مشغول هستیم. مردم قشدهه ما با زراعتکاری، چارواداری و اینچنین با زراعت‌های پولیزی مشغول هستند. حاضر وقتی تیرامو هست ما برای قندقیان برای ذخیره برای زمستان تردد دیده ایستاده‌ایم. شکراب میکنیم. پمیدور دهه چوزی یا نوعی شهری نو یکی از بهترین پمیدورهایی است که با شهر برده میفروشند و دیگه جا برده میدین بغیر از اون با خود خلقش استفاده میبرد. حالا ما در اینجا با پمیدور و بادرنگ رو ریزه کرده شکراب کرده ایستاده ایم. بانک‌ها با محکم کرده برای زمستان ذخیره می نماییم تا که در زمستان از این استفاده بریم. هر کس وابسته با اویلش میکنه شکروا. ما که اویلی بسیاری هستیم از 200 بانکا محکم کردگیم با ماه نویبر باز پمیدور که از خودمون که هست محکم قرار میگیریم. پمیدور زیرا بوی میکنیم، لیچو میکنیم، لیچو شیرینک میکنیم، لیچو تزک میکنیم. بالگری با پمیدور بیریون کدر رنگی تمام داوخود نمیاندازیم، پیاز زمستان نمیاندازیم. یک با یک کدر پمیدور بالگر بیریون کرده در بانکو میگیریم. زمستان در دل خوراک 2 قاشق میاندازیم، نه پیاز میاندازیم زمستان داوخود نه بالگر. خودش هم اوقات تیار ده
گوش بیرون هم کردیم همین 3-4 قاشق میاندازیم دم میپرتیم تمام میگه که خودی بلگرد نه خریده ریزه کده میاندازی که داری دیگ انم خیلی میشود ما این بسیار چیزا محکم کده گرفتیم اکو بازم با تو ماه نویا برا با محکم میکنیم هر اوله قدرت و توانایی بسیاری باشد بسیار میکنن نه تنها فقط شکراب میکنن از پمیدور زیرابوی میکنن از پمیدور تمد میکنن برای چقدر در اویله در کار باشد کوشش میکنن که همون در اویله ذخیره خود را پر کنن از کار میبینید در خونه یگان آبخوری که تیار نیست ما بانک رو میکشیم از بانک استفاده میکنیم خصوصا همین باید بایم جون اکرا میکنن کو اصلا ما اکرا میکنن و میگیرن میخورن اکرا و چی بایم جون رنگ سبزی ریزه میکنن بعد پیاز و گوشت هم مایده ریزه میکنن بیریون میکنن کارتوش که هم و بایم جون که بیریون کردم میانزم بگو میپرسن پخت می با کشته بانکا با لذت میکنن و محکم که کردن و بانکا با نخ میبین ابقودا تیار نیست شب میگیری میکشه دیگه به مزه گرم میگیری میخوری خریب که از خونه استفاده میشه با ما با مغازین احتیاجمند نمیشیم شکر گیریم در خونه بود چند نوعی مربا میپزیم شما این تخونه رو مخصوص برای ذخیره کنی ساخته اید یا اینکه برای ذخیره کنی زمستان بسیار سلقین است سلقینه با این بانک ها ویران نمیشوند محصولات خودمانه همین ذخیره میکنیم برای زمستان و زیادشه بازار هم میبره برای پیش بردن زندگی این همه چی از شربت ها است از پامیدار چند نمود؟ از پامیدار اینجا چند نمود از من کامپوت است سیب زردالو شفتالو تمد زیرابوی شکرو هر خیلی محصولاتی که زمستان داد برای ذخیره زمستان تیار کردگی همش پورا گویم که از زحمت دست خود شما است به پول از دهقانی خودمان میرسد برای ذخیره زمستان برای شما میرسد یا اویله نه همین پادوالا پر میکنه من هم خیلی میرسه باز زیادشه با بازار میبره با چی ذخیره میکنه این چی است این روغن زرد این روغن زرد است از شیر گاو از روغن زرد هم ذخیره داریم هم برای زمستان این شیر گاو تیار کرده می شود برای مخصوص در فصل این مخصوص برای در فصل سرما در شیر الدرش کرده میخورن این کدو هم در باغ شما شد در این کدو هم در باغتون کدو چقدر کیلو با فکر 10 کیلو هست تو 10 کیلو تو 15-20 کیلو میشه بیرون حولی هم پر از کدو از شما کدو هم همون دهقانی خودمون شکراب دیگر قروت‌ها باید پتیر و بیریون و روغنی شکرابیمون هر بیکار شدیم زنکوی حق و همسایه ها کتی هم کم خرج و کم چیز و هم تیز تیار کنک زنکوی دهه مون بسیار زمین ها اشتراک میکنن سراسیمه آمدم اگر شکراب تیارک میخورن میرن با وقت همسایه یک بیکار شدیم جمع میشیم گرد و نوو کتی شکراب تیار میکنیم میخوریم همسایه همه کسر اکو دور قدیم با بیومون موندگی اوقات سرغیزا اوقات بقوت شکراب بخوری یک روز تا بگه سر میگردی شکراب همین سبزواتی خودمون تیار کردگی پمیدور، گشنیز، پیاز من همین خود میکاریم با پیشای خانه دا میکاریم برای زراعت برای خوردن از زمین ها میبریم من گاو مال داریم چکش استفاده میبریم دو سبزوات ادمی اگران میچینیم تا اوقات تیار میشه که این خورده میشی یعنی نبیره های اونجا میشتن نگاه کردن یاد میگیرن اگر با دوام تی عمری بیوی ها همینو
نمیخریم ابوزور، همش با چیزی خودمون. تا دشت شدن با حولیده میکاریم، اینا خوردن میگیریم، با دشت شده دشت میکاریم موندگیشه. میبرن ماشینو دا برکره برن پسیدگی غلطیدگی و یوشا میبریم تمد میکنیم، زیر بای میکنیم. همه خیلی یک نیمی روزگارمون میبردوره. هر نمودشته یک کلین دارم خدا عمرشتی همی یک محشر نموشه میگیره. زیر بای شکر و کپچک و کیمچی بلاها ما پیر شده مکن در تیار کرده میبرن میخوریم.